تو حرکت ایستاده. اولی حرکت ایستاده اسمش پارانگوشتاسانا، دومی پاراهاستاسانا. برای شروع پاتون اندازه عرض لگن باز میکنید، دستتون کنار بدنتونه. شما بشینید روی مت، منو نگاه کنین، بعد انجام بدین. یه دم عمیق میگیریم، با بازدم با ستون مهره صاف میریم پایین، شست پامونو با 2 تا انگشت میگیریم، سر رو میندازیم پایین، نوک بینیمون رو نگاه میکنیم. اینجا قراره 5 نفس بمونیم. حالا شما وقتی که دلا میشین میریم به سمت پایین، حتما بعد از کمر با پشت صاف دلا شده باشین و با 2 تا انگشتتون شست پاتون رو بگیرین و اگه دستتون رسید شست پا رو گرفتین، آرنجتون رو خم بکنین، سر رو آویزون بکنین و درشتیتون نوک بینیتونه. حالا اگر که دستتون به شست پاتون نرسید، وقتی که شما یعنی دلا شدین دستتون اومد اینجا، نتونستین شست پاتون رو بگیرید، زانو رو یه کوچولو خم میکنی، شست پاتون میگیری، وزنتو میندازی به سمت جلو، هی سعی میکنی پشت زانوها رو صاف بکنی که این کشش بیفته پشت پات. پس اگر مشکل کمر داری یا دستت نمیرسه، حتما زانوتو خم کن، بعد وزنتو بنداز جلو. مشکل کمر داری، همینجا میمونی، زانو رو صاف نمی کنی. ولی اگه مشکل کمر نداری، وزنتو هی میندازی جلو و سعی میکنی پشت پا رو فشار بدی که صاف شه. 5 نفس میمونین، بینی دم و بازدم. 5 نفستون که تموم شد، روبرو رو نگاه میکنی، دم بازدم بدون حرکت. میریم تو دومین حرکت، پاراهاستاسانا. دستتو در میاری، میبری کف پات، کل کف دستتون رو میبرین کف پاتون و با بازدم سرتون رو میندازین به سمت پایین، نوک بینیتون رو نگاه میکنین. حالا اگر که کسی باز دستش به کف پاش نرسید، اینجا که شست پاشو گرفته و داره سعی میکنه زانوشو صاف کنه، 5 نفسش که تموم شد، دم میگیره، بازدم همینجا، دستشو زانوشو خم میکنه، دستو میبره زیر پا و اینجا هی سعی میکنه پشت پا رو صاف کنه و وزنشو بندازه جلو. پس شما اول با زانوی خم میرین تو حرکت، بعد سعی میکنین پشت پاتون رو صاف کنین. اگر مشکل کمر دارین که فقط کشش رو میندازین پشت پاتون و اصلا فشار نمیارین که زانوتون صاف شه که کمرتون اذیت شه، همینجا با زانوی خم فقط سعی میکنین سینه رو به زانو نزدیک نگه دارین. 5 نفس دومتونم که تموم شد، یه دم میگیرین، میاین بالا، بازدم پاتون به هم میچسبونین.